سلام، بابک هاشمی هستم. امروز قراره در مورد تشکیل پرونده مالیاتی یه سری نکات رو خدمتتون بگم. ببینید شما زمانی که متوجه شدید مالی مالیاتی هستید، باید به دارایی اعلام بکنید که تاریخ شروع فعالیتتون کی بوده، به چه صورت دارید کار میکنید، با چه کسانی دارید کار میکنید و در چه حوزه فعالیتی دارید کار میکنید. تشکیل پرونده مالیاتی به دو صورت انجام میشه: الکترونیکی و فیزیکی. قدم اول برای تشکیل پرونده مالیاتی در حقیقت همون ثبت نام کد اقتصادی هستش که دیگه الان هممون در مورد شنیدیم. توی سایت tax.gov.ir باید وارد بشید و اطلاعاتتون رو وارد بکنید، حالا چه شخص حقیقی باشید چه شخص حقوقی. یک سری اطلاعات میخواد، کلیه اون اطلاعات باید وارد بشه و در نهایت به گام 4 ثبت نام برسه که گام نهاییش هستش. زمانی که این تشکیل پرونده الکترونیکی شما به اتمام رسید و همونجور که بهتون گفتم اصطلاحاً به گام 4 رسید و تمام شد، حالا باید شما تشکیل پرونده فیزیکی انجام بدید. به واحد مالیاتی مربوطتون باید مراجعه بکنید، یک سری مدارک بهشون تحویل بدید و اونها هم توی یک پوشه خاص میذارن، برای شما یک شماره پرونده خاص در نظر میگیرن و شما اونو همیشه میتونید همراه داشته باشید. زمانی که مراجعه کردید، با خاطر اینکه کارتون هم زودتر انجام بشه، اون شماره پرونده رو بهشون بدید که پرونده رو بیارن و دقیقاً سریع به اون درخواست شما جواب بدن. برای تشکیل پرونده فیزیکی اگر شخص حقیقی هستید، کپی اجارهنامه، کپی کارت ملی، شناسنامه، کپی جواز و اگر شریک دارید یک شراکتنامه باید تنظیم بکنید و به اداره در حقیقت واحد مالیاتی مربوطتون تحویل بدید. اگر شخص حقوقی هستید، علاوه بر اینکه کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره رو میخواد، کپی اجارهنامه هم که تو همه در حقیقت موارد مشترک کپی اجارهنامه هم لازم هستش. یه سری مدارک ثبتی رو هم احتیاج داره که مثل روزنامه رسمی، اساسنامه و اگر تغییراتی انجام شده، آگهی تغییرات هم حتما باید به واحد مالیاتی مربوطه ارائه بدید. برای کسب اطلاعات بیشتر ما رو تو آیسود دنبال کنید. منتظرتون هستیم.